نیمه شب 22 فеврал یک حملهگر به طرف سفارت ایالات متحده آمریکا در شهر پودگوریتسا پایتخت چرنگوریا یا خود مونتنگرو مواد ترکنده پرتافته سپس خود را منفجر کرد. یک مقام آمریکا گفت این حمله به گفته حکومت این کشور ساعت 12:30 رخ داد. موادی که به سوی بینای سفارت پرتاب شد به احتمال زیاد نارنجکی دستی بود گفته است همین منبع. به قول حکومت پلیس قضیه را تفتیش دارد و هویت حملهگر انگیزه حمله را مشخص میکند. روز پنجشنبه مقامات چرنگوریا اعلان کردند که مسئول حمله دالیبور یاوکوویچ است که سال 1976 در سربیا به دنیا آمده است. به گفته پلیس یاوکوویچ ابتدا نارنجک M75 را به سوی سفارت هوا داده سپس خود را ترک کرده است. خبرنگاران از مکان زیست یاوکوویچ زیارت کردند. هدف حمله تا حال آشکار نشده است. سفارت ایالات متحده آمریکا در پودگوریتسا روز 22 فеврал خدمت رسانی را قطع کرد و به شهروندان آمریکا هشدار داد که تا دستور بعدی خود را از سفارت کنار بگیرند.